دعوتنامه من هم دعوتنامه گرفتی؟ حضرت جون نمیدونم تابوش حیاتش در زودو مشق نکردگی قطعی برعکس روی کردیم مکان برگزاری قصر تنیس روز دوم ساعت 16:00. دوستان عزیز سلام و درودی به پایان به همت هم پایان نگاه کنیم که اینجا بختیار جان سورگای روز دوم هممون میدونیم که زودو آیا گوشتین زودو مقصد که همین جانم اینجا بلیط تقسیم کردن یک جا میریم برادرو دعوتنامه ما را قدر کردن دعوتنامه دادن این اومدن انا برادری عزیزم عثمان سلام علیکم زنده باشی یگان وقت است نمان عثمان برکت زنده باشی حضور احمد بختیار جان این برادرو دعوتنامه من هم دعوتنامه گرفتی؟ حضرت جون زنده باشین دعوتنامه همه تا دعوت میکنیم برادرو اونمو 5-6 خوچه که میبینیم که اونا کروسلی کلون همین کنکریت اونجا همین جای جانون ایده هم میریم یک جای تماشا میکنیم تاجیکا را مخلصی میکنیم البته هم دستگیر میکنیم هم مخلصی میکنیم این دعوتنامه اونمو گرفتیم مرحمت بیاین ان شاء الله که پهلوانای وطنی 300 نه چی دولت 300 ورزشگر این برادرم 390 تا 390 ورزشگر بو منصور نعمت رکلام کسا که کیم کی مهمان میاد نمیدونم تابوش حیاتش در زودو مشق نکردگی قطعی دوستان عزیز باز هم تشکر میگم ما برعکس روی کردیم مکان برگزاری قصر تنیس روز دوم ساعت 16:00 این ما همه شما رو دعوت میکنم مرحمت بیایید برادرای عزیز سرجم تماشا میکنیم حلاوت میبریم و ورزشگرای روی دنیا رو میبینیم ورزشگرای تاجیک میبینیم که چه هنرنمایی میکنن یک جای سرجم تماشا میکنیم مکان برگزاری ابر دیگه میگم قصر تنیس هممون میدونیم پیش پارکی ناو سربلند و خانوباد باشین حضور احمد یک بار دیگه برای دعوت حضور احمد زنده باشین اینا برای ما اومد رسید در خود دولت روس اینا چند کشک اینا برادرای عزیز زیغ نشید شما که خیلی بار داشته باشید این رقم رو میمونم برادرای ما خیلی دولت روس برای وزبین برای سبک چه نمود باره که داشته باشین میگیرن میورن عود قهار و علی باس در خدمت شما مرحمت براتون روی کنین